به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس می کنید و همچنین در ویکتورین آزمون های ما نیز اشتراک می کنید. ما با هم پیش می رویم. سوره تکویر یعنی پیچیدن در مکه نازل شد. از 29 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. اذا الشمس کورت. چون خورشید به فروغ یعنی خیره شود. و اذا النجوم کدرت. و چون ستارگان فرو ریزند. و اذا الجبال سیرت. و چون کوه‌ها از جای خود به جا بشوند. و اذا العشار عطلت. و چون شتران حامله به حال خود گذاشته شوند. و اذا الوحوش حشرت. و چون جانوران وحشی جمع آورده شوند. و اذا البحار سجرت. و چون دریاها آتش گیرند. و اذا النفوس زوجت. و چون روحها با تنها یک جایه گردند. و اذا الموءودة سئلت. و چون از دختر زنده به گور شده پرسیده شود که بأی ذنب قتلت. با چی گناه کشته شده است. و اذا الصحف نشرت. و چون صحیفه ها باز شوند. و اذا السماء کشطت. و چون آسمان از جای خود کنده شود. و اذا الجحیم سعرت. و چون جهنم افروخته گردد. و اذا الجنة ازلفت. و چون بهشت را پیش آورند. علمت نفس ما احضرت. هر کس بداند که چی حاضر آورده است. فلا اقسم بالخنس. سوگند به ستارگان بازگردنده. الجوار الکنس. سیر کننده غایب شونده. واللیل اذا عسعس. و سوگند به شب چون تاریک شود. والصبح اذا تنفس. و سوگند به صبح چون بدمد. انه لقول رسول کریم. که این سخن رسول بزرگوار یعنی جبرائیل علیه السلام است. ذی قوة عند ذی العرش مکین. نیرومند در نزد الله عرش صاحب آبرو. مطاع ثم امین. آنجا در نزد الله فرمان روایی باوریناک است. و ما صاحبكم بمجنون. و هم صحبت شما دیوانه نیست. ولقد رآه بالافق المبین. البته او را یعنی جبرائیل را در افق روشن دیده است. و ما هو علی الغیب بضنین. و آنچه را از غیب به او گویند دریغ نمی دارد. و ما هو بقول شیطان رجیم. و آن سخن شیطان رجیم نیست. فأین تذهبون.
پس به کجا می روید؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. این کتاب پند است برای جهانیان. لمن شاء منكم أن يستقيم. برای هر کس از شما که بخواهد برای راست افتد. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. و شما نمی خواهید غیر آنچه را که پروردگار جهانیان خواسته باشد. و شبکه تلگرامی ما داخل شود و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس می کند و همچنین در ویکتورین آزمون های ما نیز اشتراک می کند. ما با هم پیش می رویم. به نام الله بخشاینده و مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک بار دیگر تماشابینان عزیز، مخلصان شبکه قرآن دستور عملی انسان، ما امروز نیز آغاز میکنیم برنامه دانش و سنجش را برای شما و انشالله که ما و شما، هر یکی ما و شما میتوانیم اشتراک کنیم و دانش خودمان را سنجیم. و البته که از شما سر اول من معذرت میخواهم، عذر میخواهم، چون هفته گذشته ما برنامه را روزهای استراحت با بعض سبب ها برایتان پیشکش نکرده بودیم و اگر صدا خوب باشد و شما اگر ما را خوب میشنوید، ما میتوانیم که این لحظه برنامه را آغاز کنیم و کد برای برنامه اولی ما 511 10 46. این حال من آن را در چت نیست نوشته میکنم و شما میتوانید داخل برنامه شوید. 511 10 46. خب کد را با شماره ها نوشته نمی کنیم و من مدیریتور را خواهش میکنم که با حرف ها نوشته کنید. 511 من اولش را می نویسم 10 46. بله، چنین نوشته کردیم. مرحمت داخل شوید و دانش خودمان را ما و شما این لحظه می سنجیم و در واقع سوال های خیلی عادی و سوال های آسان را ما انتخاب کردیم برای آنهایی که باری اول در برنامه ما شما اشتراک میکنید. شما میتونید در یک طرفی من، در کنار من، طرز وارد شدن به کهود نقطه ت است، میتوانید داخل شوید و شما نیز در برنامه ما اشتراک کنید و دانش خودتان را سنجید. خب من این لحظه چنین نکنم تا که ما توانیم خوبتر بینیم همه آنهایی که داخل می شوند. مرحمت. آنهایی که نوکک داخل برنامه ما شدند 10 نفر، خوش آمدید میگم. اسلام، بهرام، محمد امین، صباحت، همیرا، طالب، احمد جان بخاری، صحیح بخاری، شهریار، همه شما را خوش آمدید میگم. و دفعه گذشته نیست یکی از تماشابینان ما گفته بودند که وارد شدن به برنامه به واسطه یک تلفن نیست امکان داشته است و تا چه اندازه امکان دارد خود من نسنجیدم، ولی گفتند که از یک تلفن میتوانند که اشتراک کنند، یعنی تلفن را به دو قسم جدا میکنند. از یک طرفش داخل به برنامه میشوید.
тамошобинони азиз, бори дигар ёдрас мешавам, барномаи мо ин лаҳзаҳо мустақиман пахш мешавад ва шумо моро мустақиман тамошо мекунед ва ҳар яки шумо метавонед иштирокчии барномаи мо шавед. Каҳуд нуқтаи ит навишта мекунед ва дар ҷои никнейм, дар ҷое ки никнейм навишта шудааст, ман айни ҳол нишон медиҳам. Бубинед, дар ҷои геймпин ана ҳамон рақамро навишта мекунед. Рақамро бори дигар ман такрор мекунам, 511-10-46 мо дар боло навишта будем, 511-10-46 ва дар ҷое ки никнейм навишта мешавад, шумо метавонед ягон тахаллус барои худатон интихоб кунед ва навишта кунед тахаллусатонро. خب همانهایی که پیوست شدید من شما را خوش آمدید میگویم. خب خواهش میکردم یک باری دیگر باز رقم را نوشته کنیم. عین حال 20 نفر وارد به برنامه شدید، شما را تبریک میکنم. 511 10-46 مرحمت. و واقعا سوال های خیلی خوب و سوال هایی که برای ما ضرور است، لازم است، این گونه سوال ها رو ما انتخاب کردیم و انشالله که فایده میبریم از جواب دادن و یا از اشتراک کردن. هرچند اگر بعضی های شما اگر نتوانید اشتراک کنید در برنامه باکی نیست، مهمش تماشا کردن، دیدن و همچنین شما میتوانید باز در چت ما جواب های خودتون را نوشته کنید. یعنی که کس خودش را فریب کرده نمیتواند. وقتی که سوال میشود جواب را خودی ما میدونیم و الله میدونه چی ما در نظر داشتیم، کدام وریانت را در نظر داشتیم و این یک انشالله که فایده میآورد برای ما و شما. خب خیلی خوب، الله جزای خیر دهد برای همه شما اونهایی که این لحظه دعای نیک میکنید، در چت ما نوشته میکنید و بیایید ما 22 نفر شدیم و 24 نفر شدیم. اگر همه شما راضی باشید آغاز میکنیم قسمت اول را، چون وقت را کمی صرفه میکنیم، به قول اکنام میکنیم و در قسمت دوم آنهایی که میخواهند و آنهایی که نآمدند یا دیرتر پیوست میشوند آنها میتوانند در قسمت دیگری بازی ما اشتراک کنند. و از شما خواهش میکردم که لایک مانید تا که دیگران نیز توانند تماشا کنند. در این حال بسیارتر تماشا میکنند اما لایک نماندند، شاید از فراموشی باشد، بعضی ها شاید فراموش کردند، تا که ما رو دیگران نیز توانند تماشا کنند، پیوست شوند، رقابت کنند یک جای با ما و شما. این انشاءالله که بازی رو باز هم خوبتر می شود. خب الله شما راضی باشد. با لایک ماندنی شما تماشابینی ما، آنهایی که ما را تماشا میکنند انشالله که زیادتر میشوند، یعنی که نوار پهن میشود. و غیر از این شما میتوانید نوار را با واسطه ایما و با واسطه واتساپ و با واسطه فیسبوک با دیگران نیز تقسیم کنید تا که آنها نیز دیگر دوستان ما، برادران ما نیز توانند اشتراک کنند. چون ما هر چیزی که برای خودمون میخواهیم و هر چیزی که برای خودمون داشتن آن را دوست می‌داریم، برای برادرمون اگر خواهیم این بهتر می شود. چون در این موضوع ما بسیار حدیث ها نیز گوش کردیم، شنیدیم. خب این لحظه ها 28 نفر وارد به برنامه شدند و ما آماده هستیم و این لحظه انشالله که آغاز میکنیم. بسم الله.
سوال اول: وقتی آب نباشد برای پاک شدن چی میکنند؟ وریانت ها: مسواک، تیمم، تواضع، نماز نمیخوانند. کدامش را شما انتخاب میکنید؟ وقتی آب نباشد برای پاک شدن چی میکنند؟ سوال های آسان ما انتخاب کردیم. من چت را میبینم، چت خیلی فعال است و جواب ها نیز جواب های درست است. خب 30 ثانیه وقت داشتیم و این لحظه هم جواب گفتند و 25 نفر جوابی درست گفتید. من شما را تبریک میکنم. بله، تیمم. وقتی که آبی پاک نباشد تیمم میکنند. کی به پیش گذشت؟ شهریار در جای اول، بخاری، صباحت، محمد امین، همیرا، آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارید. من شما را تبریک میکنم. سوال دو: در وقت تیمم اول کجا را تازه میکنند؟ دستان، فرقش نیست، روی، اورنج. در وقت تیمم اول کجا را تازه میکنند؟ دستان، فرقش نیست، روی، اورنج. خب خیلی خوب، من جوابهای شما را اکثریتش را قبول کردم و اکثریت جوابی خطا گفتن در چت ما. جوابی درست را میبینیم. در وقت تیمم اول روی را تیمم میکنند و قریب همه دستان گفتند و در داخل بازی نیست چنین گفتند. ما امروز موضوع را گفتیم، ما جواب را پیشنهاد کردیم، دیگر جستجویش بر عهده هر یکی ما و شما. برای چی؟ چنین است چون اکثریت جوابی خطا گفتند. بله، در وقتی وضو کردن یا طهارت کردن اول دستان را، اما تیمم روی بود است. خب کمترین همگی 2 نفر جوابی درست گفتید. بیایید ببینیم کی به پیش برآمد. یک و یک باره نام ها دیگر شد. مریم به جای اول، عبدالله، شهریار، بخاری، صباحت، آنهایی که در جای اول هستند. تبریک میکنم شما را و میگذاریم به سوال سیوم. الله را باید چگونه عبادت کرد؟ وریانت ها: چگونه ای که خواستیم به مردم پسند باشد، خالصانه به طرزی که او و پیامبرش صلی الله علیه و سلم امر کردند، موافق به مذهب. چگونه باید الله را عبادت کرد؟ جواب های شما را من انتظار هستم. خیلی خوب، چت ما فعال است. ببینید 26 نفر جوابی درست گفتید. من شما رو تبریک میکنم و واقعا خالصانه به طرزی که الله تعالی و پیامبرش صلی الله علیه و سلم امر کردند و همگی کمترین جوابی خطا گفتند و 2 نفر گفتند که به مردم پسند باشد و 2 نفر دیگر موافق با مذهب گفتند، آنهایی که جوابی خطا گفتند. در چت من نگاه میکنم، اولین شده ایوانوف، علی کمالوف، آنهایی که جوابی درست گفتند. و بیایید میبینیم که به پیش گذشت. مریم، عبدالله، بخاری، ابراهیم، صباحت، آنهایی که در جای اول هستند و توصف نیز کوشش ها دارند که به پیش برایند. و شما خواهش میکنم تماشابینان عزیز، آنهایی که ما رو این لحظه مستقیما تماشا میکنید، لایک مانید تا که نوار ما به دیگران نیز رسیده رود و اگر توانید باز میتوانید در ایمای خود تقسیم کنید نوار را تا پیشروی و بردباری ما و شما را دیگران نیز بینند و تا که دیگران نیز توانند علم آموزند و یک چیزی خوب یا چیزی نو به خودشان آموزند، یاد گیرند. سوال 4: عثمان رضی الله عنه چند دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم را به زنی گرفتند؟ 2، 1، 7 و یا 4. عثمان رضی الله عنه چند دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم را به زنی گرفتند؟ وریانت های شما را قبول کردم
بله، همه جواب گفتند و 22 نفر جوابی درست گفتید و چت نیز فعال است و قریب که همه جوابی درست گفتند. در واقع چنین است. دو دختری پیامبر صلی الله علیه و سلم را عثمان عصا الله راضی باشد گرفتند و از این رو نیز ذی‌النورین گفتند عثمان رضی الله عنه را، چون صاحبی دو نور، یعنی دو دختری رسول الله صلی الله علیه و سلم را به زنی گرفته بودند. یعنی که وقتی که یکیشان از دنیا در میگذرند و به دیگرش خواستگاری میکنند و رسول الله صلی الله علیه و سلم دخترشان را به زنی به عثمان رضی الله عنه میدهند. و همگی کمترین جوابی خطا گفتید و بیایید ببینیم که به پیش برآمد. مریم، عبدالله، بخاری، صباحت، محمد امین، آنهایی که در جای نمایان قرار دارید و بهادور نیست 5 خال 5 زینه بالا برآمدید. من شما را تبریک میکنم. در چت ما نیست علی کمالوف جوابی درست گفتند، دلشاد بابایف جوابی درست گفتید، ایوان فکرهای اسلامی، نورالیویچ جوابی درست گفتند، محمد ایسایف، اکثریت همه جوابی درست گفتید. من شما را تبریک میکنم. سوال پنجم، فقط و فقط برای پرستش خود آفریدم. حیوان آدم را، جین ها و انسان را، خزنده و پرنده ها را، فقط ملا ها را. فقط و فقط برای آفرینش خود آفریدم. این در سوره زاریات 56 آمده است. اینک کی را یا در نظر است کی؟ خب من این لحظه آماده میکنم تا بله، همگی جوابی درست گفتید. من شما را تبریک میکنم. 28 نفر همه آنهایی که اشتراک میکنند جوابی درست گفتند. جین ها و انسان ها را فقط و فقط برای پرستش خود آفریدم. این گفته های الله تعالی در سوره زاریات آیت 56 آمده است و من عیناً میخوانم همون آیت را. و جین و آدمی را نیافریدم مگر برای هدف بزرگ تا تنها مرا عبادت کنند، نه غیر مرا. و در آیت 57 چنین آمده است: از آنها رزق نمیخواهم و نمیخواهم که مرا طعام دهند. الله تعالی خود احتیاج به خلق ندارد، بلکه آنها همه به او احتیاجمندند. او آفریدگار و روزی دهنده آنهاست و از آنها بی‌نیاز است. و بیایید ببینیم که به پیش گذشت. در جای اول مریم، عبدالله، بخاری، صباحت، محمد امین و سوال دیگر میگذاریم. آفتاب نور عالم و پول و مال نور قلب آدم است، زن و فرزند نور قلب آدم است، پدر مادر نور قلب آدم است یا اینکه قرآن نور قلب آدم است. این یک جواب های شما. آفتاب نور عالم و یعنی به طرز دیگر خورشید یا آفتاب نور عالم و جواب های خیلی خوب خیلی خوب. و 24 نفر جوابی درست گفتند. برای قرآن نوری قلب آدم است، نوری دلی آدم است. و من نگاه میکنم چت را، همگی جوابی درست گفتند. همگی قریب جوابی درست گفتید. بله، از این رو نمیخوانیم چت را چون که تقریبا همه جوابی درست گفتند. بیایید ببینیم کی به پیش برآمد. مریم، عبدالله، بخاری، صباحت، محمد امین، آنهایی که در جایهای نمایان و در جایهای اول قرار دارد. سوال هفتم،
2 مراتب خوری زیاد میگیرد انشالله. بهترین و افضلترین صحابه بعد ابوبکر الله از او راضی باشد کیست؟ عثمان رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه، علی یا اینکه ابو هریره؟ کدام از اینها بهترین و افضلترین صحابه بعد ابوبکر رضی الله عنه؟ خب جواب های چت را نگاه میکنم، خیلی فعال است. ماشاءالله ماشاءالله و اکثریت جوابی درست هم گفتند. بله 26 نفر اشتراکچی برنامه ما جوابی درست گفتید. من شما را تبریک میکنم. عمر رضی الله عنه بهترین و افضلترین صحابه بعد ابوبکر رضی الله عنه بود و دومین بین صحابگان عمر رضی الله عنه خلیفه مؤمنان بود و همگی کمترین جواب خطا گفتند و در چت چند نفر رو میخونم. شمیلوف جوابی درست گفتند، ایوانوف، مستقیم کسیروف جوابی درست گفتند، محمد سایف تقریبا همه جوابی درست گفتند. فکرهای اسلامی علی کمالوف شما جوابی درست گفتید. در جای اول مریم، عبدالله، بخاری، صباحت، همیرا، آنهایی که پیش صف هستید شما را تبریک میکنم. سوال 8. پیامبر صلی الله علیه و سلم همراهی کی به مدینه هجرت نمودند؟ یعنی از مکه به مدینه همراهی کی به هجرت رفتند؟ عثمان رضی الله عنه، علی، ابوبکر، عمر رضی الله عنه؟ کدامشان؟ یک جای با پیامبر صلی الله علیه و سلم اولین بار از مکه به مدینه هجرت نمودند. خیلی خوب و 26 نفر جوابی درست گفتید. ابوبکر رضی الله عنه یک جای با رسول الله صلی الله علیه و سلم هجرت کرده بودند و بله کمترین جوابی خطا گفتند، اکثریت میدونند. و من یادرس میشوم تماشابینان عزیز، هر یکی شما میتوانید در سوالنامه های ما در تلگرام نیز اشتراک کنید. ما در تلگرام 2 شبکه تلگرامی داریم. یکیش قرآن تاجیک نام دارد، پورا نوشته میکنید در تلگرام. اونجا تنها ترجمه قرآن کریم و زبان تاجیکی است و دیگرش زمان دانستن 2020 نوشته میکنید در تلگرام. اونجا هم سوال و جواب است و همچنین ترجمه معنای قرآن کریم را شما میتوانید از آنجا دسترس کنید. و در واقع بعضی از همین سوال هایی که شما این لحظه میبینید ما پیشتر در زمان دانستن 2020 جای داده بودیم و اکثریت علاقه میدانستند و شاید که آن 26 نفری که جوابی درست گفتید آنها همگی در تلگرام ما هستند و این سوال ها تکرارا برایشان آماده شده است و وقتی که تکرارا باز ما تماشا میکنیم و باز جوابی درست را انتخاب میکنیم در ذهنمان و در خاطرمان سخت باقی میماند. اینک بیاید ببینیم که به پیش برآمد. مریم، عبدالله، بخاری، صباحت، همیرا آنهایی که در جای اول قرار دارید. من شما را تبریک میکنم. سوال دیگر، این کدام حرف است؟ اینک لام، نون، را، میم. این کدام حرف است؟ یک آسانی هم هست در برنامه ما تا که اکثریت توانند که باز به پیش برایند. خب تقریبا همه جواب گفتند و بیایید ببینیم که به پیش برآمد. بله 28 نفر جوابی درست گفتند لام و همگی 1 نفر جوابی خطا گفتند و شاید که جوابی خطا هم نباشد، شاید یگان رنگ را خطا پخش کرده باشند و ما باوری کامل داریم که همه شما جوابی درست گفته، چون چت ما نیست، همه جوابی درست گفتند. عبدالله در جای اول، مریم، بخاری، صباحت، همیرا آنهایی که در جای اول قرار دارد.
و سوال 10: بزرگترین گناه کدام است؟ از زیر، یعنی از اینها: عرق خوردن، گوشت خوک خوردن، ریبا، سودخوری یا اینکه شرک آوردن. همش گناه است، ولی کدامش از گناهی بزرگ است؟ همش گناه است و همش هم انسان را گناهگار میکند، اما بزرگتر از دیگرانش کدام است؟ 4 واریانت است: عرق خوردن، گوشت خوک خوردن، ریبا، سودخوری پرسنت یا اینکه شرک آوردند. و 29 نفر جواب درست گفتند. صمیمانه من شما را تبریک میکنم. باور کنید باعث خرسندی است که همه شما جواب درست را میدانید. همه ما و شما از آنهایی هستیم که آنهایی که اشتراک میکنند جواب درست میکنند و ببینید که چت ما یگان جواب خطا نیست بجز یک تا کم، بجز یک تا شاید اونم از شتاب نوشته باشند. و این واقعا باعث خرسندی برای ما و شماست و انشالله که بغیر از دانستن باز پیاده کردن آن چیزی که ما میدانیم این نیست خیلی و خیلی ضرور است، چون بعضی شرک را اکثریت ما و شما میبینیم و در موضع های ما بسیار هم وجود دارد، پهن شده است، اما بعضا حتی خودمان نمیفهمیم که انا همین چیز شرک است. از این خاطر ما انشاءالله تصمیم داریم و عین حال در شبکه حکمت تیوی یک چند سلسله برنامه در مسئله شرکی که در موضع های ما علال خصوص در آسیای میانه خیلی و خیلی پهن شده است و همگان میدانند. در آن موضوع ما چند سلسله برنامه تیار کردیم و یکی از عالمان جوان آنجا نقل میکند در موضوع سحر و جادو و فالبین و آنهایی که شرک می آورند. در واقع این شرک آوردن این یک عملی بوده است که عرب های جاهل پیش از اسلام خودشان از نادانی همین کار را میکردند و از همان عرب های جاهل تا به امروز، از یعنی دوره پیش از اسلام تا به امروز بعضی نمود شرک آمده رسیده است و این یک گناه بزرگ است که الله تعالی نمی بخشد شرک را. و بیایید ببینیم که به پیش برآمد و که جایهای نمایان را سزاوار شد. جای سیوم بخاری، تبریک میکنم شما را. جای دوم مریم، تبریک میکنم شما را. و جای اول جای عبدالله را صمیمانه تبریک میکنیم، شما جای اول شدید. و صباحت و همیرا نیز در جایهای نمایان قرار دارید. من شما را تبریک میکنم و این کفکابی ها برای شما را تبریک میگویم. اولین غالبانی برنامه دانش و سنجش ما. تماشابینان عزیز، از شما خواهش میکنم که این لحظه لایک مونید، این لحظه دیگران را دعوت کنید تا که دیگران نیز به بازی ما وارد شوند و دیگران نیز اشتراک کنند و دیگران نیز دانش خودشان را سنجند. انشالله که شما این لحظه خواهش ما را اجرا میکنید و لایک و برنامه ما زیر برنامه ما لایک میمونید و اگر که باز ایمو داشته باشید و فیسبوک و ادناکلاسنیکی و باز در دیگر شبکه های اجتماعی میتوانید پهن کنید برنامه را تا که دیگران نیز وارد به برنامه ما شوند. من عین حال میبینم که الحمدلله خیلی خوب و تماشابینان ما هم تماشا میکنند. بعضی ها می آیند و تماشا میکنند و کمی باز از پی دیگر کارشان میشوند و وقتی شما لایک میمونید دیگران نیز انشالله که می آیند. و بیایید تماشابینان ما خواهش کردند که دوام دهیم و ما انشالله که حتما دوام خواهیم داد. من این لحظه قسمت دیگری بازی را آماده میکنم، قسمت دوم، و کد را به شما اعلان میکنم تا که شما وارد به برنامه شوید. بسم الله. عبدالله را همگان تبریک میکنند. عبدالله ما نیز شما را تبریک میکنیم چون جای اول را سزاوار شدید. و 436
4989 داخل شود. 436 4989 4989 من چنین نوشته کردم. 436 49 89. خیلی خوب. خب خواهش میکردم که شماره ها رو از چت فردوس طاهر نوشته کردند آن را اگر امکان میشد udalید میکردیم مدیراتور اگر اینجا باشد. شماره رو در چت نوشته نکنید تا که بعضا می شود بازی ما ویران می شود. تماشابینان ما سوال کردند که چگونه میتوانیم داخل شویم. در یک کناری من ببینید کهود نقطه ایت طوری داخل شوی هست و بعد همینجا داخل شوید جایی که گیم پین نوشته شده است. رقمی که نوکک من اعلام کردم 436 49 89 نوشته کنید و در جایی که نیک نیم نوشته شده است در آنجا به خودتون یگان تخلص انتخاب کنید، یگان نام انتخاب کنید و وارد به برنامه ما میشوید. خیلی عادی و آسان است، این مشکل نیست و انشالله که شما حتما میتوانید داخلی برنامه ما شوید. و من خوش آمدید میگم همان هایی که باری اول در برنامه ما اشتراک میکنند، باری اول شما امروز داخل شدید. اینجا نوشته کردند 436 49 89 و 27 نفر این لحظه ها داخل به برنامه ما شدند. بیاید من نشان دهم. خب همان هایی که داخلی برنامه شدید. خوش آمدید. فردوس طاهر سوال کردن در کجا نوشته کنیم. در با واسطه گوگل داخل می شود یا اینکه دیگر یاندکس فرق ندارد، کهود نقطه ایت نوشته می کنید و آنجا یک صفحه می براید در نوشته شده است گیم پین. جایی که گیم پین نوشته شده است آن رقمی که ما نوکک در چت نوشته کردیم انا همان رقم را نوشته کنید و در جایی که نیک نیم نام خودتان را نوشته کنید. و این لحظه ها تقریبا 29 نفر وارد شدند. خوش آمدید. همه شما رو خوش آمدید میگم. البته که میخواستیم باز نام های نو را در داخل برنامه بینیم و مرحمت با نوار را پهن کنید تا که نام های نو نیز وارد برنامه ما شوند. ما مخصوص وقتی برنامه رو به دیرتر ماندیم تا که اکثریت ما و شما توانیم داخل شویم و در این وقتی استراحت است، وقتی استراحت خودمون رو درست استفاده بریم و اشتراک کنیم، همچنین برد کنیم. این لحظه ها 35 نفر خب وارد شدند و اشتراک میکنند. خیلی خوب. در واقع من میفهمم اکثریت باز اینجا زفر سوال گفتند، سوال دادند چه خیلی پهن کنیم نمیفهمیم. در واقع
موافق زمانه تکنیک نیز پیش می رود. از این را همگان در حیرت چگونه پهن کنیم. یعنی که در وقتی که یوتیوب ما رو تماشا میکنید اونجا پدیلیتسا هست، اگر شما آن همان رو پخش کنید خودش به شما از شما میپرسد در کجا، در ادناکلاسنیکی یا اینکه در فیسبوک یا اینکه در ایمو، آن همانش را انتخاب میکنید و بعد پدیلیتسا پخش میکنید، دیگر پهنش نمیگیرد. این یک کمک شما، یک یاردم شما به ما میشود تا که اکثریت دیگر واردی برنامه شوند و یک جای با ما در برنامه اشتراک کنند. این لحظه ها 34 نفر اشتراک میکنند و من همه شما را خوش آمدید میگویم، اونهایی که در برنامه ما هستند. خب 35 نفر شدند. خب اگر همه شما آماده باشید بیایید برنامه را قسمت دیگرش را آغاز کنیم و آنهایی که دیرتر می آیند 436 49 89 شما نیز می توانید داخل به برنامه شوید. برنامه ما باری دیگر تکرار میکنم که این لحظه مستقیما صدا می دهد. خب 36 نفر در برنامه ما در قسمت دوم اشتراک میکنند. واقعا قسمت دومی برنامه نیست، خیلی و خیلی سوالهای عادی، آسان و شوق آور ما انتخاب کردیم تا که هر یکی ما توانیم به آسانی برد کنیم. بسم الله آغاز میکنیم. بار دیگر خوش آمدید میگم همه آنهایی که به برنامه ما داخل شدید. سوال اول: گناهی بزرگ بعد شرک، زنا با محرمان، عرقخوری و ریباخوری، بدعت، نویگری در دین، این خیلی گناه نیست. یعنی همش گناه هست اینجا چخیلی که ما نوشته کردیم، ولی باز کدامش گناهی بزرگ است بعد از شرک؟ زنا با محرمان یعنی نزدیکان، مادر و عمه و خواهر و دختر و عرقخوری و ریباکاری یا اینکه پرسنت، بدعت کردن، نویگری آوردن در دین. بله، گناهی بزرگ بعد از شرک این بدعت یعنی نویگری در آوردن در دین. هر چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آن را اجرا نکرده است و آن را از سنت گفته داخل به دین کردن، نویگری وارد کردن، بدعت کردن، آن همین است گناهی بزرگ. چون که بدعت کردن یعنی نویگری آوردن چقدر نسل‌های آینده ما را می آموزد به یک کاری که در دین نبود. و اگر به خاطر بیارید سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم را، یکی از انسان‌هایی که اولین بار از سفر، یعنی که وقتی سفر می براید و اولین بت را به قریشی ها می آورد، وی نیز خودش عابد بود، عبادت کننده بود. همگان وی را چون یک انسانی که عابد بود می شناختند و باور می کردند برایش. اما وقتی که وی می رود و می پرسد که شما چرا عبادت می کنید، می گویند که ما یک بت را، یک صنم را عبادت می کنیم و این صنم اگر ما باران گوییم برای ما باران می دهد و اگر ما چیزی دیگر گوییم چیزی دیگر رو برای ما می دهد و می گوید بیا این صنمت را یا این بت را برای من ده تا که من به مکه برم. و این گونه به مکه اولین بت می آید و آنها هم می گفتند که ما بوتان را عبادت نمی کنیم، بلکه بوتان را ما میان را بین خودمان و بین الله می گیریم. یعنی ما از بوت طلب می کنیم، بوت رفته از الله طلب می کند و الله برای ما کمک می کند. این شرک است. و ببینید اولش از چی شد آغاز شد، یعنی بدعت، یک نویگری وارد کرد و آن نویگری به شرک آورد و رساند. از این خاطر گناهی بزرگ بعد از شرک این نویگری در آوردن یا بدعت در دین است.
از این خاطر باید که ما در حذر باشیم. و چون بار دیگر تاکید میکنم اگر شما به شبکه تلگرامی ما داخل شوید، آنجا ما بعضی این سوال ها را آماده کردیم و در پایانش بعضا می شود که ما معلومات را نیز پیشنهاد میکنیم تا که معلومات خوب ما و شما پیدا کنیم. و همگی 11 نفر جوابی درست گفتند. میبینیم که به پیش برآمد. بهادر، مریم، ابراهیم، اسد، محسن، آنهایی که در جای اول قرار دارید. من شما را تبریک میکنم. سواری دو مراتب خالی زیاد میگیرید انشالله. گفتنی صدق الله العظیم بعدی خواندن قرآن، این سنت است، این واجب است، این بدعت است، این شرط و ضرور است. گفتنی صدق الله العظیم بعدی خواندن قرآن. چت را میبینم که چت اینقدر پیشرو نیست. گفتنی صدق الله العظیم بعدی خواندن قرآن چیست؟ خب جواب شما را من قبول کردم. اکثریت گفتند که سنت است، ولی افسوس چنین نیست، این بدعت است. از رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از خواندن قرآن یا در یگان جا خوانده شدن قرآن صدق الله العظیم گفته نشده است و این را اکثریت از نمیدونند و اکثریت همین چیز را قبول کردند و من شرح نمیدهم و شما میتوانید خودتان جستجو کنید در این موضوع بیشتر. ولی از رسول الله صلی الله علیه و سلم یگان جای دلیل نآمده است که بعد از خواندن آیات یا قرآن صدق الله العظیم گویند. از این خاطر این یک نویگری آوردن است. و 6 نفر همگی جوابی درست گفتند، اکثریت جوابی خطا گفتند. کی به پیش برآمد؟ مریم، ابراهیم، جندالله، سید رسول، عبدالمتین، آنهایی که در جای اول قرار دارید. تبریک میکنم شما را. سوال 3. انسان را در قبر از در آمدن به بهشت چی منع میکند؟ خاطره سست، تربیه بدی فرزند، قرض، ندانستن عربی. انسان را در قبر از در آمدن به بهشت چی منع میکند؟ اینک جواب های شما. خیلی خوب و 29 نفر جوابی درست گفتند و اکثریت جوابی درست گفتند و من چت را میبینم که در چت نیست جوابهای درست آمده است و همگان گفتند که قرض انسان را در قبر از در آمدن به بهشت منع میکند. و از این را من اکثریت را میشناسم که حتی در حالی که خیلی نیاز و ضرورت پیدا میکنند از گرفتن قرض میترسند، چون قرض از انسان است و از این خاطر انسان را طولی چندین وقت موافق حدیث ها منع میکند در آمدن به بهشت، هرچند که خصلت های خوبی دیگر داشت اما قرضدار بود. این به نهایت یک حالتی است که انسان را منع میکند از دیدن بوی بهشت و از دیدن بهشت. و بیایید ببینیم کی به پیش گذشت. مریم، ابراهیم، سید رسول، عبدالمتین و زوف نون آنهایی که در جای اول هستند. عبدالله باشد با 5 زینه به بالا گذاشتید. من شما را تبریک میکنم. سوال 4. برای چی در قبر بودن را مثل خواب گفتند؟ الله گفت تفصیل لازم نیست. کافران دوزخ را بینند عذاب قبر برایشان مثل خواب بود، چون که انسان جسمش را احساس میکند، چون که مثل خواب است. برای چی در قبر بودن را مثل خواب گفتند؟ سوره یاسین اگر خطا نکنم. بله.
سوره یاسین آیتی 52. و ببینید رقابت خیلی خوب است و 10 نفر هم اگه جوابی درست گفتند، 10 نفر دیگر گفتند چون که مثل خوب است و باز جواب های مختلفی دیگر، گوناگونی دیگر. بیایید عیناً میخوانیم. در سوره یاسین آیتی 52 چنین آمده است: منکران روز قیامت میگویند وای بر ما، چی کسی ما را از خوابهایمان برانگیخت. این همان وعده الله مهربان است و پیامبران راست گفته بودند. در دوام آیت چنین آمده است: آن جز یک بانگ دهشتناک نخواهد بود، پس آنگاه آنها همه برای حساب و جزا در پیشگاه همان گرد آورده می شوند. بله، کافران وقتی که دوزخ را ببینند، عذاب قبر برایشان مثل خواب می شود. عذاب قبر مثل خواب می شود، یعنی که هرچند که در قبر عذاب میکشند تا روز قیامت، ولی آن در روز قیامت هیچ چیزه، یعنی این را با گفتن، با نشان دادن حتی ما و شما تصور کرده نمیتوانیم. نه بهشت را و نه دوزخ را، تعریفش را میدانیم اما تصور کرده نمیتوانیم. اگر میدانستیم اکثریت از آن گناه هایی که در روز ما و شما میکنیم از آن پرهیز میکردیم، از آن سخت میترسیدیم، سخت در هراس میبودیم. افسوس که از نادانان شدیم. و خب بیایید ببینیم که به پیش برآمد. ابراهیم، مریم، سید رسول، بهادر، عبدالمتین و ابراهیم نیز پی هم به 4 سوال ما جوابی درست گفتند و به زینه‌های بالا قدم میمونند. و همه آنهایی که نوک وارد برنامه ما شدید، خوش آمدید میگویم شما را و میتوانید کهود نقطه ایت نوشته کنید در گوگل و در جایی که گیم پین نوشته شده است رقم پین را نوشته کنید 436 49 89 و داخل به برنامه شوید. شما نیز میتوانید داخل برنامه ما شوید و از مدیریتور خواهش میکردم اگر کد را نوشته مانید تا که باز دیگران داخل شوند. سوال 5: اما تا آسمان ها و زمین باقی هستند در بهشت جاویدان بمانند. کی؟ بدبختان، نیکبختان، مشرکان، کافران. اما تا آسمان ها و زمین باقی هستند در بهشت جاویدان بمانند. بدبختان، نیکبختان، مشرکان و یا کافران. اینک این در سوره هود آمده است آیت 108. 22 نفر جوابی درست گفتید شما، بله، و کمترین جوابی خطا گفتند. اما نیکبختان تا آسمان ها و زمین باقی هستند در بهشت جاویدان بمانند. این در سوره هود در آیت 108 آمده است و من همین آیت را از روش میسر، تفسیر میسر این لحظه میخونم برایتان، چون که در روش تفسیر میسر خیلی خوب معنی داد شده است. و اما آنانی که نیکبخت گردانیده شدند تا آسمان ها و زمین باقی هستند همیشه در بهشت جاویدان بمانند مگر آنچه پروردگارت بخواهد. یعنی گناهکارانی موحد را اندک زمان در دوزخ نگاه داشته سپس به جنت داخل کند. این در تفسیرش آمده است. عطای او نعمت های جنت هیچ قطع نمی شود، یعنی هیچ تمام نمی شود. و بیایید ببینیم که به پیش گذشت.
иброҳим дар ҷойи аввал, марьям, саид расул, баҳодур, абдулматин, онҳое ки дар ҷойи аввал қарор доред. ман шуморо табрик мекунам. саволи 6. ин кадом ҳарф аст? ин кадом ҳарф аст? мим, дал, ро, син. ин кадом ҳарф аст? خب تقریبا همه جوابی درست گفتند و چت رو میبینم که ایوان ایوانوف، صدرالدین، علی کمالوف، علی رجبوف جوابی درست گفتید. بله 27 نفر جوابی درست گفتید و کمترین جوابی خطا گفتند. ابراهیم در جای اول، مریم، سید رسول، بهادر، عبدالمتین آنهایی که در جاهای نمایان قرار دارید شما را تبریک میکنم. با سوال 7 میگذاریم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند اگر کسی بر من 1 صلوات فرستد، الله بر وی 5 صلوات میفرستد، 40 صلوات میفرستد، 10 صلوات میفرستد، 5 صلوات میفرستد. اینک جواب های شما. حدیث از مسلم است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند اگر کسی بر من 1 صلوات فرستد، الله تعالی بر وی چند صلوات میفرستد؟ بله 10 و 24 نفر جوابی درست گفتید. شما را تبریک میکنم. چت ما نیز فعال است. علی کمالوف، مکس سعیدوف، سعید جان تقریبا همه جوابی درست گفتند. شما را تبریک میکنم. کی به پیش برآمد؟ ابراهیم، مریم، بهادر، سعید رسول، عبدالمتین آنهایی که در جای اول قرار دارید. من شما را تبریک میکنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند خانه اتان را به مانند نکنید. شیطان از خانه ای که سوره بقره خوانده شود میگریزد، فرار میکند. خانه اتان را به چی مانند نکنید گفتند؟ به گلستان، به باغ، به قبرستان، به بستان. به چی گفتند؟ اینک جواب های شما. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند خانه اتان را به چی مانند نکنید. شیطان از خانه ای که سوره بقره خوانده شود فرار میکند، میگریزد. بله این از صحیح مسلم گرفته شده است و 27 نفر جوابی درست گفتند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند خانه اتان را به قبرستان مانند نکنید. شیطان از خانه ای که سوره بقره خوانده شود میگریزد. و چت ما قریب همگی جواب های درست است. من شما را تبریک میکنم. خیلی خوب، خیلی فعال هستید. الله از هر یکی ما و شما راضی باشد و برای شما آنهایی که اشتراک میکنید و آنهایی که لایک میمانید راضی باشد. الله جزای خیرتان دهد. رقم کد 436 49 89 436 49 89. ابراهیم در جای اول هستند، مریم، بهادر، سید رسول، عبدالمتین آنهایی که در جای های اول هستند. تبریک میکنم شما را. سوال 9. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند کسی که 3 به خاطر سستی و تنبلی 3 بار ترک کند، الله بر دلش مهر میزند. مهر منافقی، مهر درویگی. کسی که 3 نماز توبه را به سستی و تنبلی نکند، 3 نماز شب، 3 نماز جمعه یا 3 نماز جنازه، کدامش درست است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند کسی که 3 نماز است به خاطر سستی و تنبلی ترک کند، الله بر دلش مهر منافقی میزند. مهر میزند، به قول پیچت میزند. و 29 نفر جوابی درست گفتید. بله کسی که 3 نماز جمعه را به خاطر سستی و تنبلی ترک کند، به یگان عذر ترک کند، الله تعالی بر دلش مهر میزند. و در تفسیر همین حدیث گفتند مهر
منافقی، مهر دورویگی. و اکثریت جوابی درست گفتند. شما رو تبریک میکنم و بیایید ببینیم که به پیش گذشت. مریم، ابراهیم، بهادر، سید رسول، عبدالمتین، عبدالله، آنهایی که در جای اول قرار دارید. من شما رو تبریک میکنم. و سوالی آخران: و چون قیامت برپا شود در آن روز از یکدیگر جدا شوند. ناظران راه از سردارانشان جدا می شوند، مؤمنان از کافران جدا می شوند، بردمان از معیوبان جدا می شوند، رئیسان از زیردستان جدا می شوند. کدامش درست است؟ و چون قیامت برپا شود در آن روز از یکدیگر جدا شوند. این در سوره رومیان آمده است و MP3 MP3 یعنی همین سوره را ما در تلگرام جای دادیم و آنهایی که میخواهند میتوانند وارد شوند و گوش کنند. انشاءالله روزهای نزدیک نوار آن نیز پیشنهادتان خواهد شد. و 30 نفر جواب درست گفتند. بله، مؤمنان از کافران. و 2 نفر گفتند که ناظران راه از سردارشان، یعنی بدعه از سردارشان در آن روز جدا شوند. خب عیناً میخوانم انا همین آیات را از تفسیر روش میسر. و روزی که قیامت برپا شود در آن روز اهل ایمان و اهل کفر از یکدیگر جدا شوند. و در ترجمه خطلانی چنین آمده است، ترجمه معنا: و چون قیامت برپا شود در آن روز از یکدیگر جدا شوند، مؤمنان از کافران. و دیگر ترجمه ها نیز همش همین معنا را می دهد. در روز قیامت مؤمنان از کافران جدا می شوند. و اکثریت جوابی درست گفتید. من شما را صمیمانه تبریک میکنم و بیایید ببینیم که جایهای نمایان را امروز در برنامه ما در قسمت دوم سزاوار شد. جای سیوم سید رسول، من شما را تبریک میکنم. ابراهیم جای دوم، تبریک. و در جای اول جای نمایان مریم، من شما را صمیمانه تبریک میکنم. بهادر و عبدالله نیز در جایهای نمایان قرار داشتید. شما را صمیمانه تبریک میکنم. باری دیگر تبریک میکنم همه آنهایی که امروز در برنامه ما اشتراک کردید. و این یک رقابت بود، باور کنید به نهایت رقابتی خوب و صمیمانه بود و ما و شما توانستیم در مدت خیلی کوتاه یک چیزی نوی آموزیم. و در کجای اگر ما آدمی هستیم و به خطا راه میدهیم، اگر از جهت تکنیکی باشد یا از جهت دانش باشد، در کجای اگر ما با خطا راه داده باشیم، از الله سبحانه و تعالی طلب آمرزش میکنیم، چون ما همگی به خطا نیستیم. و آن سوال هایی که شما شک داشتید و آن سوال هایی که شما در آن سوال فکرهای دیگر داشتید، حتما که برگردید و آن سوال رو جستجو کنید. و چون امروز الحمدلله خیلی و خیلی آسان و سبک شده است طرز یافتن حدیث های صحیح و حدیث های درست که آن را اکثریت عالمان تصدیق کردند، آن را جوید و جواب درست حتما پیدا می شود. تا آن وقتی که ما خودمون الله را نجویم، راه به هدایت نمی شویم. و از این خاطر ما و شما باید خودمون کوشش هایمون را زیاد کنیم تا که الله تعالی
راه درست را برای ما و شما نشان دهد. وقتی که ما می جویم البته که انشاءالله راه درست را می یابیم. الله از هر یکی شما راضی باشد. خیلی بازی خوب بود و خیلی ما و شما وقتمان را خوش و وقتمان را مهمش درست گذرانیدیم و انا همین بازی که ما و شما آماده کردیم و قبلا نامش کهود بود، آن را ما دانش و سنجش گفتیم و طرز درستی آن را گذرانیدیم و انشاءالله روزهای نزدیک من باز برنامه دیگر آماده میکنم و حتما که پیشنهاد شما میکنم و بار دیگر الله از هر یکی شما راضی باشد برای دستگیریتان و ما از برای الله هر یکی شما را در الهیدگی دوست می‌داریم و شما هستید، برنامه ما نیز هست. انشاءالله ما کوشش میکنیم روزهای نزدیک باز آماده کنیم و پیشکش شما گردانیم تا با خوریهای آینده خانه آباد و سربلند باشد و الله شما و اهل نزدیکان و پیوندان شما را نگهبان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس میکنید و همچنین در ویکتورین آزمون های ما نیز اشتراک میکنید. ما با هم پیش میرویم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجك والله غفور رحیم. ای پیامبر، چرا چیزی را که الله بر تو حلال کرده است به خاطر خوشنود ساختن زنانت بر خود حرام میکنی و الله بخشاینده و مهربان است. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. الله برای شما کشادن سوگندهایتان را مقرر داشته است. الله یاور شما و اوست دانا و حکیم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. آنگاه که پیامبر با یکی از زنان خود راز در میان نهاد، چون آن زن آن راز با دیگر باز گفت، خدا پیامبر را از آن آگاه ساخت و او بعضی از آن راز را بر آن زن آشکار کرد و از افشای بعضی دیگر روی تافت. چون او را از آن خبر داد گفت
چی کسی تو را از این ماجرا آگاه کرده است؟ گفت آن خدایی دانای آگاه به من خبر داده است. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. اگر شما دو زن توبه کنید بهتر است، زیرا دلهایتان از حق باز گشته است. و اگر برای آزارش هم دست شوید، الله یاوری است و نیز جبرائیل و مؤمنان شایسته و فرشتگان از آن پس یاوری او خواهند بود. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. شاید اگر شما را طلاق گوید، پروردگارش بجای شما زنان بهتر از شمایش بدهد، زنان مسلمان، مؤمن، فرمانبردار، توبه کننده، عبادت کننده، روزه گیرنده، خواه شوهر کرده باشد، خواه باکره. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ای کسانی که ایمان آورده اید، خود و خانواده خود را از آتشی که هیزم آن مردم و سنگ ها هستند نگه دارید. فرشتگان درشت گفتار و سختگیر بر آن آتش موکلند، یعنی وظیفه دارند. هرچه الله بگوید نافرمانی نمی کنند و همان می کنند که به آن امر شدند. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ای کافران، در آن روز عذر مخواهید، فقط برابر کاری که کرده اید جزا داده شوید. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ای کسانی که ایمان آورده اید، به درگاه خدا توبه کنید. توبه از روی اخلاص باشد که پروردگارتان گناهانتان را دور کند و شما را به بهشت های داخل کند که در آن نهرها جاری است. در آن روز الله پیامبر و کسانی را که با او ایمان آورده اند خوار و زار نکند و نورشان پیشا پیش و سمت راستشان در حرکت باشد. می گویند
ای پروردگار ما، نور ما را برای ما به کمال رسان و ما را ببخشای که تو بر هر کار توانا هستی. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ای پیامبر، با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنها سخت بگیر. جایگاهشان جهنم است که بد جایی بازگشت است. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط بسم الله كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. الله برای کافران مثال زن نوح و زن لوط را می آورد که هر دو در نکاح دو تن از بندگان صالح ما بودند و به آن دو خیانت کردند و آنها نتوانستند از زنان خود دفع عذاب کنند و گفته شد با دیگران با آتش درآید. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. و الله برای کسانی که ایمان آوردند زن فرعون را مثال می آورد. آنگاه که گفت ای پروردگار من، برای من در بهشت نزد خود خانه بنا کن و مرا از فرعون و عملش نجات ده و مرا از مردم ظالم برهان. و مریم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. و مریم دختر عمران را که شرمگاه خود را از زنا نگاه داشت و ما از روح خود در آن دمیدیم و او کلمات پروردگار خود و کتابهایش را تصدیق کرد و او از فرمان برداران بود. پایان سوره 66 تحریم.